چیزهایی که برکت خانه را زیاد میکنه. شماره اول، نظم داشته باشید. شاید به نظرتون بی ربط باشه، اما داشتن نظم و انضباط و اینکه همه کارهای خانه بر اساس برنامه‌ریزی پیش بره و انجام شود باعث زیاد شدن برکت در خانه می شود. شماره دوم، غذای مانده را دور نریزید. غذایی که میمانه به خصوص برنج و نان را دور نریزید. اگر قابل استفاده هستند، اونها را در یخچال نگهداری کنید و دوباره گرم کرده و مصرف کنید. نانهای خشک شده را برای حیوانات خانگی مثل مرغ و گربه جداگانه نگهداری کنید. شماره سوم، ظرف‌های نشسته را بشویید. ظروف نشسته برکت خانه را کم می‌کنند و مانع جریان انرژی مثبت در خانه می‌شوند. شماره چهارم، کلمات زشت به کار نبرید. به کار بردن کلمات زشت در خانه برکت خانه را کم می‌کند و برعکس استفاده از واژه‌های مثبت باعث زیاد شدن برکت در خانه